سال 1320 خورشیدی در حبه‌ی جنگ جهانی دوم، ترس از کشیده شدن جنگ به ایران به خدمت ارتش بزرگ رضاشاه در اومدم. 2 ماهی از خدمت در ارتش نگذشته بود که دچار عفونت شدید ریه شدم. چون از لحاظ بدنی ضعیف و بیمار شده بودم، به ناچار از ارتش اخراج شدم. علی‌رغم میلم دوباره به روستای محل سکونتم برگشتم. اون زمانا هیچ شغل حرفه‌ای خاصی توی روستاها وجود نداشت. یا باید مزرعه داری می کردی یا گله داری. همیشه نیمی از سال خوشسالی و قحطی بود، نیم دیگر سال سیل و برف و باران شدید. مونده بودم با این بیماری ریم چه کاری پیدا کنم. پدرم از خروس خان تا شغال خان سر زمین مردم کار می کرد و مادرم و خواهرم بیشتر روزها پای قالی بافی بودن. اما من هیچ کار سختی ازم بر نمی اومد. گاهن اینقدر سرفه می کردم که خون بالا می آوردم. اما از خانه نشینی و مفتخوری متنفر بودم. به کد خدای ده سپردم که برام کاری جور کنه که زحمت زیادی نداشته باشه. کد خدا که حرفش بین آدمای ده نمی افتاد و عزت احترام زیادی داشت، به صاحب قهوه خونه ده سپرد که منو به عنوان قهوه چی ببره ور دست خودش. روز اولی رفتم توی قهوه خونه، متوجه شدم اونجا فقط یه قهوه خونه نیست، بلکه به راننده های کامیون و اتوبوس سرویس های ویژه‌ای هم میدن، مثل مشروب و تدارکات برای قمار و اجاره زنان فاحشه. دیدن این کثافت کاریا برای من که بچه سید بودم و نزد اهل ده اجر و قرب خاصی هم خودم هم خانوادم داشتم، واقعا غیر قابل تحمل بود. این بود که به صبح نکشیده از قهوه خونه زدم بیرون و برگشتم خونه. 2-3 روزی هم پای دکان حاجی علی اکبر وایسادم و ولی پسرش عذرم را خواست، دست از پا دراستر دوباره به خونه برگشتم و خونه نشین شدم. تا اینکه یه روز صبح با صدای عمو سلیمون همومی از خواب بیدار شدم که پایدار قالی مادرم ایستاده بودم و در حالی که شال دور کمرشو محکم می کرد داشت مادرمو راضی می کرد که برای طناب همومش برم و اونجا کار کنم. مادرم اما راضی به رفتن من برای طناب هموم عمو سلیمون نمی شد. می گفت بچم بیاد اونجا که جنی بشه. از قدیم به ما گفتن خزینه جن داره. نه عمو سلیمون، هموم چیش دنگ مال خودتو، من پسرمو نمیفرستم اونجا که دلاکی و مشتمالی مردم ده رو بکنه، شب و نصف شب هیزم ببره تو گلخنده هموم که دیگه مسیر رو گرمش کنه و آب رو از تو قناب بندازه تو خزینه. نمیبینی عمو سلیمون؟ نمیبینی که بچم ریه هاش نای نفس زدن رو نداره؟ اون وقت بیا تو خزینه بخار گرفته تو با این ریه هاش دلاکی کنه، یا که قبل از اون صبح جنی بشه بچم. مگه عبدالله رو یادتون نیست؟ تو همون خزینه جنی شد و به ماه نکشیده دیوونه شد و سر به بیابون گذاشت. مگه جوون مردم چند سالش بود؟ حالا هر دقیقه باید از قبرستون پیداش کنن یا هفته ها میره تو کوه و ناپدید میشه. نه عمو سلیمون، من کریم رو واسه دلاکی به هموم نمیفرستم. حاضرم تموم خرج و مخارجشو خودم بدم، ولی بچم اونجا نمیفرستم که لنگی بشه و شب به شب لجن تن آدما رو از تو خزینه جمع کنه و پای دیگه تیان عرق بریزه. از عمو سلیمون اصرار و از مادرم انکار. دیدم اگه دست نجنبونم همین کارم از دست میدم و جلدی از جام پریدم و پا برهنه دویدم سمت مادرم و در حالی که شلوارم و بالا میکشیدم گفتم اوه مادر، آخه جن کجا بود؟ لابد عبدالله لاری رو گاز گلخونه گرفته، هیزم میسوزونه و مثل جهنم گرم و داغه، از زغالاش گاز مسموم میچرخه تو هوا. حالا مردم ده دنبال اینن یه وصل پینه‌ای به بنده خدا ببندن، از سر بی سوادی میگن عبدالله جنی شده.
ول کن مادر جان، من از بیکاری این روزا گلهای قالی رو میشمارم و شبا ستاره ها رو. عمو سلیمون که از حرفای من به وجع اومده بود رو به مادرم کرد و گفت بفرما خاله فاطمه، دیدی که کریم خودش مجابه که بیاد همومی بشه؟ بزار بیاد کمک حال من. میدونی که پیر و از کار افتاده شدم و اولادی ندارم که یه گوشه از کار رو بگیره و کمکم کنه. تو رو خدا خاله فاطمه نه نگو. مادر نگاهش رو به دار قالی انداخت و گفت اگه خودت میخوای باشه برو، ولی خیلی زود پشیمون میشی. هم باید حمالی کنی و هم تنت بلرزه که یه وقت خدای نکرده گیر از ما بهترون نیفتی. و در حالی که تند و تند گره به قالی مینداخت و گفت برو دعای خیرم به همراهت. از خوشحالی گیوه هامو پا کردم و کت پوستیمو پوشیدم و ناشتا نخورده به دنبال عمو سلیمون به راه افتادم. میون راه عمو سلیمون از تو خورجین الاغش یه تکه نان در آورد و در حالی که پنیر مالیش میکرد و میداد دستم سر صحبت و باز کرد و گفت کریم به حرفای مردم ده اهمیتی نده. اینا اگه یه زن زاو بمیره میگن آل زدش، اگه یکی تیفوس بگیره میگن اجنه بیمارش کرده، اگه یه نفر بزنه به سرش و دیوانه بشه میگن حکماً جن رفته تو بدنش. این جماعت دیواری از جن کوتاه‌تر پیدا نکردن که هرچه بلا و مصیبت سرشون میاد میندازن گردن اجنه. از من به تو نصیحت، از جن نترس، از آدمی زاد دو پا بترس که هرچی فساد و شر روی زمینه از گور همین آدمی زاد بلند میشه. در حالی که گاز محکمی به نون پنیر میزدم گفتم نه عمو سلیمون، من اصلا به این چرندیات اعتقادی ندارم. جن کجا بود؟ اونم تو خزینه. مگه جن انقدر بیکاره که بیاد تو هموم سر به سر آدما بذاره؟ چی آیدش میشه؟ عمو سلیمون در حالی که الاغش رو هن میکرد گفت اگه چیزی دیدی به روی خودت نیار، جوری رفتار کن که متوجه ترست نشن. با تعجب پریدم وسط کلامش و گفتم نکنه عمو سلیمون تو خودت اونجا جن دیدی؟ تو میگفتی باور نکنم. با چوب ترکه‌ای که دستش بود و الاغش رو هن میکرد زد تو سرم و گفت بچه گفتم حرفای مردم رو باور نکن، نگفتم که این موجودات وجود ندارن. فقط اگه دیدیشون باهاشون جوری رفتار کن که نفهمن ترسیدی، چون اونا عاشق ترسوندن و اذیت کردن آدما هستن. با اونا مثل آدمی زادها رفتار کن، نزار متوجه ترست بشن. حرفای عمو سلیمون مثل پتک هوار شد توی سرم. با خودم گفتم قطعاً این عمو سلیمون چیزایی رو دیده و شنیده ولی به زبون نمیاره که من نترسم. داشتم تو ذهنم با خودم کلنجار میرفتم که با صدای ارعر الاغ به خودم اومدم و خودمون رو جلوی حموم خزینه دیدم. الاغو بستیم به درخت و رفتیم داخل که عمو سلیمون آموزش های لازم رو به من یاد بده. اون زمانا هیچ کس تو خونهش حموم نداشت. مثل الان نبود که هر وقت اراده کنی آب گرم و دوش و غیره به راه باشه. حتی توی شهر هم هیچ کس توی خونهش حموم خصوصی نداشت. اون زمونا همه میرفتن حموم عمومی خزینه با در چوبی بزرگ و دیواری از گل و آهک. هر خزینه دارای پله های متعدد باریک و مارپیچ بود. وقتی از پله ها گذر می کردی وارد سالن رختکنی می شدی که سکوهای بلندی داشت و باید همونجا رخت و لباس رو از تن می کندی و لنگ می بستی و قبل از ورود پاها رو وارد حوضچه آب سرد می زدی و اون وقت از در بزرگی رد می شدی و وارد خزینه حمام می شدی، جایی که حوضچه بزرگی از آب داغی که بخارش خزینه رو مثل سونا گرم و مطبوع می کرد و مردمی که دور تا دور حوضچه می نشستن و با کاسه های از جنس مس آب رو بر سر رویشان می رختن.
و همونجا حمام میکردن و حتی چیزی به اسم دوش وجود نداشت و معمولا دلاک وظیفه شستشو و کیسه کشی و مشتمالی فرد رو به عهده میگرفت. چه روزگار سختی بود وقتی که با هزار زحمت از صحرا هیزم جمع میکردم و بار الاغ میکردم و هیزم رو در گلخونه میسوزوندم و تا آب داغ برای گرمخانه حمام مهیا کنم. دیگه بعد از 2-3 هفته که کمک دست عمو سلیمون بودم حسابی فوت و فن کار دستم اومده بود. تازه حمام یه جورایی برای ریه های من حکم دوا رو داشت، چون بخار حمام نفسم رو تازه می کرد و برعکس سرما که باعث تشدید بیماری می شد، گرمای خزینه حمام مثل آب بود روی آتیش. روزها گذشت، من تو کارم یه پا استا شده بودم. سر شب می خوابیدم و پاسی از شب نگذشته عمو سلیمون می اومد دنبالم و با هم می رفتیم که گلخند رو روشن کنیم و آخه اون زمونا مردهای ده قبل از اذان صبح تا اذان ظهر به همون می رفتن و زنهای ده از ظهر به بعد، چون یک حمام بیشتر در ده وجود نداشت و حمام کردن مردم ده نوبتی بود. سرم حسابی به کارم گرم بود و با وجود بیماری ریه که داشتم به شغلم عشق می ورزیدم، چون هم انعام خوبی می گرفتم، هم به خاطر سید بودنم مردم برایم ناشتایی و خوراکی می آوردن. روزگار بر وفق مراد بود تا اینکه یه شب سرد زمستون که برف باریده بود تا کمر، عمو سلیمون پیغام فرستاد که ناخوش و احواله و باید تا وقتی که حالش بهتر بشه خودم تنها برم گلخند و روشن کنم. شال کلاه کردم و راه افتادم. اینقدر برف باریده بود که به سختی پاهامو تو برف جا به جا می کردم. با هر سختی و جون کندنی بود خودمو به هموم رسوندم و درو باز کردم. وارد گلخند شدم و هیزم ها رو روشن کردم. همونجا منتظر نشستم تا آب داغ بشه و به سمت حسچه خزینه هدایتش کنم. زل زده بودم به قرمزی آتش و دستم که از سرما یخ زده بود روی هیزم ها گرفته بودم که یک دفعه احساس کردم کسی صدا میکنه. کریم! فکر کردم خیالاتی شدم. دوباره گوش تیز کردم. کریم! به سمت صدا برگشتم ولی تا ته گلخند تاریک بود و بس. یکی از هیزم هایی که آتش گرفته بود و برداشتم و گرفتم انتهای گلخند که روشن بشه، ولی چیزی نبود. هیزم رو انداختم سر جاش و دوباره دستم رو گرفتم رو آتیش. دوباره همون صدا، این دفعه از تو خزینه اومد. صدا به صورت اکووار تو همون میچرخید و انعکاس میکرد. صدا توی کل همون طنین انداز شد. با ترس و لرز چسبیدم به دیوار و داد زدم چی هستی؟ ولی هیچ جوابی نشنیدم. دوباره و دوباره فریاد زدم. در همین حین آب توی دیگ تیام به جوش اومد و صدای قلقل کردنش به راه افتاد. سریع آب انداختم تو راه آب که وارد حوضچه بشه و خودم سریع 2 تا از هیزم ها رو روشن برداشتم و وارد رختکن شدم. همه جا رو خوب بررسی کردم. با خودم گفتم لابد خیالاتی شدی، کسی اینجا نیست. به سمت بخچه‌ام رفتم و بازش کردم و شروع کردم به خوردن ناشتایی. دیگه کم کم بخار آب داغ همه جا رو گرفته بود. اولین لقمه رو هنوز خورد نداده بودم که از سمت حوضچه خزینه صدای پچ پچ و زمزمه واری شنیدم. لقمه رو به زور پایین دادم و یاد حرفای عمو سلیمون افتادم که میگفت نزار بفهمن که ازشون ترسیدی وگرنه تا سرحد مرگ میترسوننت. سعی کردم بی توجه باشم. پس لقمه دوم رو گذاشتم تو دهنم و شروع کردم جویدن و همچنان گوشم از ترس داغ شده بود که با صدای خورناس بلندی و به دنبال اون صدای جیغ ترسناکی که دمت بالا پریدم. انگار روی یه نفر آب جوش ریخته باشن. چنان فریاد بلندی میزد که با خودم گفتم
نکنه از آدمای ده کسی خودش رو سوزونده. چراغ روغنسوز رو روشن کردم و تکه هیزومی روشن گذاشتم روی ورودی پله ها و وارد خزینه شدم. چراغو گردوندم و ولی هیچ کس اونجا نبود. بر شیطان لعنت فرستادم و برگشتم ناشتایی رو که زهرمار کرده بودم و جمع کنم که دیدم از بالای پله ها چند نفر غریبه دارن میان پایین. چراغو گرفتم سمتشون، هیچ کدومشون رو نمیشناختم، انگار از آدمای ده نبودن. سلام کردم و بعد از خوش آمدگویی گفتم غریبه اید؟ از کجا اومدید؟ شاید نزدیک به 7 یا 8 نفری می شدن و به دنبالشون چند تا بچه با سرهای تاس بودن. مدل موهاشون خیلی عجیب بود. مردهاشون راه موهاشون رو تراشیده بودن و قسمتهای از دو طرف گوشاشون موهای بلندی داشت. از همه بدتر مدل عجیب لباس پوشیدنشون بود. کدهایی که تو تنشون از بزرگی زار میزد و شروالهای بلندی که پاچه هاش تماما روی پاها رو پوشونده بود، جوری که اصلا کفشاشون تو پاشون معلوم نبود. پاچه شلوارشون روی زمین کشیده میشد در حالی که به شدت کثیف و گلالود بود. از بدن ورودشون بوی بدی تموم خزینه رو پر کرده بود و نوع عجیب راه رفتنشون انگار هر قدمی که بر می داشتن یک قدم به عقب کشیده می شدن. تا حد زیادی رو به جلو قوز کرده بودن و چیز عجیب ترین که اصلا حرف نمی زدن و یه جور مرموزی زل زده بودن تو چشمای من و لام تا کام حرف نمی زدن. دلهوره عجیبی گرفته بودم. رفتم سمت بخچه لنگ ها، چند تا لنگ آوردم و گفتم شما لباساتون رو استن بکنید تا من برم کیسه رو براتون آماده کنم. چشمم به یکی از اون بچه های تاس افتاد که ابروهای در هم پیچیده ای داشت و انگار فکش جلو اومده بود و جوری که میشد دندونای نیش بالاشو دید. نفسی تازه کردم و رفتم داخل خزینه و منتظر نشستم که مهمانان ناخوانده‌ام تشریف بیارن و من کیسه کششون کنم. بخار به حدی زیاد بود که چشم چشو نمیدید. داشتم به این فکر می کردم که این آدمای غریبه از کجا اومدن، چرا این موقع صبح، ولی هرچی که بود به موقع اومدن. لااقل منو از اون حالت توهم در آورده بودن که صدای عجیب و غریب میشنیدم. دلم قرص شده بود به همین مهمونای ناخوانده و غریب. لب حسچه نشستم و کاسه مسی رو پرتاب کردم و داد زدم کدومتون اولی نفر میاد؟ از پشت بخارا صدای همه بلند شد. دوباره داد زدم برادران زود باشید، کم کم هموم شلوغ میشه و من به رسم ادب نمیتونم به شما خدمت کنم. اول بچه ها رو بفرستین بیان. دوباره صدای همه و پچ پچ بلند شد. کم کم صدای پاهایی رو میشنیدم که از یه طرف خزینه به سمت دیگه میدویدن، ولی تا رو برمیگردوندم چیزی نمیدیدم. از جا بلند شدم که برم ببینم چه خبره که دوباره همون صدا کریم هر بار بلندتر از قبل صدا می کرد و من که هاج و واج مونده بودم از ترس کاسه رو پرت کردم تو حسچه به سمت رختکن دویدم. همین که وارد رختکن شدم به داخل خزینه اشاره کردم و گفتم شما شنیدید؟ انگار یه نفر با صدای بلند صدا می کرد کدوم یکی از شما بود؟ شما که غریبه اید، اسم منو نمیدونید. از پشت بخار آب نمیتونستم صورتهاشونو واضح ببینم. جلوتر رفتم و گفتم آقایون با شما هستم، چرا جواب نمیدید؟ 2-3 نفرشون که از بقیه هیکلی تر بودن بلند شدن و وایسادن و یه قدم به جلو برداشتن. صدای عجیب پاهاشون توجهمو به پایین پاهاشون جلب کرد. چیزی که می دیدم رو باور نمی کردم. یا رحمان یا رحیم، اینا چرا پاهاشون مثل سم پای گاو میمونه؟
در حالی که از زانو به عقب تا شده قلبم داشت می اومد تو دهنم. آب دهنم رو از ترس قورت دادم و در حالی که به سرفه افتاده بودم، در حالی که به جرأت میتونم بگم که داشتم قبض روح میشدم، گلوم رو صاف کردم و گفتم این 2 بچه رو بدید ببرم داخل بشورم. مثل کرولال ها بر نگاه میکردن، انگار میخواستن دور خیز کنن و یه دفعه بهم حمله کنن که یک دفعه صدایی از پشت سرم شنیدم. کریم! با چشمانی از حدقه زده بیرون برگشتم به سمت عقب و دیدم در حالی که یکی سایه‌اش روی دیوار و 2 متر از خودش بلندتر بود و ماباقی هیکلش از دودی سیاه به سمت شیشه های نورگیر حمام بالا میرفت. دیگه نتونستم به ترسم غلبه کنم و فریاد بلندی کشیدم. مثل بید به خودم میلرزیدم. صدای قهقه هاشون تمام فضای حمومو پر کرده بود. چنان از ته دل میخندیدن که معلوم نبود جیغ میزنن یا گریه میکنن. سریع به سمت تکه هیزمی که کنار پله ها گذاشته بودم رفتم و گرفتم سمتشون و شروع کردم به خوندن سوره ناس. در همین حین خوندن مدام سرفه‌ام میگرفت و اشک از چشام جاری میشد. نمیدونم، شاید از ترس گریه میکردم. هنوز تموم آیه تموم نشده بود. در حالی که مثل گربه وحشی مینالید و میخزید، با چشمانی که مثل گدازه های 2 تکه زغال روشن و قرمز بود به سمتم می اومد و من در حالی که از ترس مثل تکه چوبی خوش زده بودم خودشو رسون به پاهایم و چنگ محکمی به پام زد. در همین حین ما باقیشون از روی سکوهای رختکن پایین پریدن و در حالی که دلا می رفتن به سمتم می اومدن. صدای خنده های گوشخراششون گوشمو کر می کرد. دیگه معطل نکردم و پا به فرار گذاشتم. در حالی که به سمت خروجی حمام می دویدم همچنان سوره ناس رو می خوندم. از حمام بیرون زدم و همچنان صدای وحشتناک اون مهمانان ناخوانده تا چند متر اون طرفتر شنیده می شد. به خودم که اومدم دیدم با پای برهنه و لنگ به کمر تو برفام. هر یک پایی که بلند می کردم پای دیگرم تو عمق برف فرو می رفت و گیر می کرد. از سرمای برف پاهام سر شده بود. سرفه امونمو بریده بود. قفسه سینه‌ام به شدت درد می کرد. هنوز چند قدمی بیشتر راه نرفته بودم که روی زمین افتادم و وقتی سر بالا گرفتم 2 گربه سیاه تر از سیاه جلوی روم بودن. در حالی که دم به تنشون سیخ کرده بودن، با چشمان سبزشون تون تاریکی زل زده بودن به چشام. گله برف برداشتم و پرت کردم به سمتشون. بدتر حالت تدافعی گرفتن. همین که خواستم بهم حمله کنن گفتم بسم الله. به زحمت خودم رو از روی برف ها بلند کردم و لنگم رو از تنم کندم و به پاهام بستم. پاهاشون به مراتب از خودشون ترسناکتر بود. لامصب برف لعنتی سرعتم رو کند کرده بود. به نفس افتاده بودم. کم کم رسیده بودم میون ده تا خونه راهی نمونده بود. سوز سرما چنان به تنم میوزید که انگار تنم رو با شلاق تازیانه میزدن. لنگی که به پاهام بسته بودم خیس آب شده بود و بدتر تو پام سنگینی میکرد. دیگه پاهام مال خودم نبود. ریش و سیبیلم از سرما یخ زده بود. سنگ اندازیاشون تمومی نداشت. نزدیک اذان صبح بود. از دور مناره کوچک مسجد رو دیدم و یا علی گویام به سمت مسجد دویدم. اون 2 رو دیدم که زودتر از من خودشونو به مناره مسجد رسوندن و بالای مناره سیخکی ایستادن. همینجور که نفس میزدم و پاهامو تو برف دنبال خودم میکشوندم صدای مؤذن رو شنیدم که ندای الله اکبر سر داد. به در مسجد که رسیدم بالا رو نگاه کردم
که هر دوی از ما بهترون مثل دود رفتن تو هوا. انگار دود آتش چوبی که خوب نسوزه و گر نگیره. خودمو پرت کردم تو مسجد و نعره زنان کمک خواستم و چشم که باز کردم مادرم و پدرم بالای سرم بودن. عمو سلیمون که سر پایین انداخته بود و زیر چشمی نگاه می کرد. از زیر لحاف کرسی خودم و بیرون کشیدم و با آه ناله به عمو سلیمون گفتم